همایشی که در تالار مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ سوقدیان شهر خوجند دایر گردید در موضوع پیشگیری شامل شوی شهروندان به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی گفتگوزار به عمل آورد. در این واخوری معاون دیرکتور اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با خدمتچیان دولتی، راهبران کارخانه‌های صنعتی، تشکیلات و ساکنان ولایت، نمایندگان شهر و ناحیه‌های خوجند، بوستان، گلستان، جبار رسولوف، باباجان غفور و مسعود اشتراک کرده. در آن معاون رئیس ولایت، مسئولین مقامات پروکراتور و ریاست کارهای داخلی ولایت شرکت ورزیده سخنرانی نمودند. ضمن برآمد ناطقان ذکر گردید که اکستریمیسم و تروریسم خطر منطقوی و بین المللی را به بار آورده در همه قطعه‌های عالم تمایل پهن‌شوی دارد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در برآمدهایشان از منبرهای بلند سازمان‌های با نفوذ بین المللی پیوسته تاکید می‌نمایند که تروریسم وطن، زبان، نژاد و دین ندارد. این بدبختی عالم شمولی گردیده است که به مقابل آن یک جای مبارزه برده با همدیگر کمک رسانیده تدبیرهای خود را موافق ساختن ضرور است. همچنین برآمد کنندگان قید کردند که طبق دستور سپارش سرور دولت محترم امام علی رحمان در تمام منطقه‌های جمهوری چنین واخوری‌ها با خدمتچیان دولتی، کارمندان ساحه‌های مختلف و ساکنان گذرانیده می‌شود تا بار دیگر از ضرر به عائله، جامعه و دولت و ملت از اکستریمیسم و تروریسم به میان آمده و یادرس گردیده اشتراکداران این واخوری‌ها و در شخص آنها جماعت و دهات و مردم شریف تاجیکستان را به پیشگیری از شامل شوی به چنین ظهورات نامطلوب دعوت نمایند. ذکر گردید که در این سمت خدمتچیان دولتی چون قوه با اعتماد دولت و حکومت امکانات وسیع را در سمت به راه ماندن کارهای فهماندهی به اهالی دارایند و هر یک ساکن ولایت باید که از عاقبت‌های ناخوش شامل شوی به حزب و حرکت‌های ممنوع آگاه باشد و جوابگری را در نزد قانون احساس نماید. در خاتمه اظهار باوری کرده شد که خدمتچیان دولتی، فعالان، جوانان و دیگر قشرهای جامعه با جانبداری پر از سیاست بنیادکارانه و انسانپرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای پیشگیری از شامل شوی شهروندان به اکستریمیسم و تروریسم و دیگر عملهای نامطلوب فعالیت ثمرناک خود را به راه مانده در آبادی و سرسبزی تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده خود را می‌گذارند.